سلام خدمت همه فالوورای گرامی، دوستان عزیز. من علی ملکی سمرین هستم، ملقب به سر آسکار دپ. من نویسنده، موزیسین، نقاش و رقاص هستم و در حوزه موسیقی و در حوزه سرگرمی بزرگسالان فعالیت‌های زیادی داشتم. امروز میخوام 3 کتاب بهتون معرفی کنم که از خودمه. این اولیشه، رویاها پس گرفته میشوند، جلد اول که اشعار منه، پشتش هم یه نقاشیه که از خودمه. به انگلیسی میشه Dreams are taken back، به ترکی میشه گری آلناجاک رویالار. این کتاب دوممه، رویاها پس گرفته میشوند 2، جنگنامه مزارع نمکی دریایی. پشتش هم یه نقاشی از خودمه که مقالات علمی و عرفانی من درونش هست. این دوتا 1402 چاپ شدن. این یکی که میخوام بهتون معرفی کنم 1403 نوشته شده و اخیراً در 1404 چاپ شد. گلهای حسرت از باغ شیخ به قلم استاد اسگر. این هم پشتشه که شامل داستانهای منظوم و منثور و مقالات علمی هست در مورد موضوعات مختلف علمی. بنده یک کتاب دیگه هم در دست اقدام دارم به نام گلهای حسرت از باغ شیخ 2 که احتمال زیادی میره که آخرین کتاب من باشه. ممنونم که وقت گذاشتید.